اول تابستون پلتفرم ها گفتن که قرار یه تابستون هیجانی داشته باشیم، اما جز سریال زخمکاری و داریوش سریال دیگه ای نداشتیم. این دوتا سریال هم که کلن دوتا سریال بیحال بودن، ولی داریوش سریالیه که منطقی تره و انصافاً سوتیاش خیلی هم تابلو نیست، اما اونقدر سوتی داره که به درد ما بخوره. سجاد فردوسی هم و امشب با ویدیوی بررسی حواشی سریال داریوش در خدمتتون هستم. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، ساب کنید و نظراتتون رو بهمون بگید. بریم ببینیم تو ویدیو چه خبر. بالاخره داریوش مچ ساقی رو میگیره و بهش کنایه و طعنه میزنه. ساقی هم شروع میکنه به جیغ زدن. ولی خانم دولتشاهی از شما بعید بود. این چه جیغ لوس و مسخره ای بود؟ اصلا یکی از ایرادات سریال داریوش اینه که ما ژانرشو نمیدونیم. جنایی، کمدی یا اصلا مشخص نیست تراژدیش چیه. یه وقتایی کمدی میشه، یه وقتایی هم جنایی. اما مشکل دیگه سریال اینه که کلن روندش کنده. مثلا توی قسمت 8 به جز 2-3 سکانس هیچ اتفاق خاص دیگه ای نیفتاد و مهمترین نکتهش این بود که داریوش و ساقی به توافق رسیدن و داریوش هم فهمید که یه کاسه زیر نیم کاسه علیرضاست. اینا رو میگی بهم بر میخوره. برگشت مرتضی هم جالب بود و میشه گفت که میتونه توی روند سریال تاثیر بذاره. و یه چیز دیگه هم که فهمیدیم اینه که ساقی مثلا رابین هوده، اما اونقدر خودش مشکل داره که نمیتونه به بقیه کمک کنه. سکانس های اضافه تو قسمت 8 زیاد بود. مثلا سکانس وحید و راننده و اعتراضش به آهنگ واقعا لزومی نداشت. یا زنی که با دسته جاروبرقی شکسته وارد مغازه مقتول میشه. کلن میشد قسمت 8 و 9 رو توی یه قسمت خلاصه کرد. بهترین بازی توی این سریال بدون شک بازی سینا بود. کلن سینا توی این سریال بازی بد نداشته. لیلا دیالوگی تو قسمت 8 میگه که واقعا تاب و شکنیه. مامان خوبی برات. توی ویدیوهای قبلی گفتیم که چرا لیلا هیچ اعتراضی به ناظم مدرسه نکرده بود، اما توی قسمت 8 سینا میگه که مادرش رفته و حسابی از خجالت ناظم مدرسه در اومده. قسمت 9 نسبت به قسمت 8 بهتر. گذاشتن علامت مثبت 15 تو سکانس حمله بهرام نکته قابل توجهی بود، چیزی که تو سریال زخمکاری با اون همه خون و خونریزی بهش توجهی نمیشد. اما واقعا آقای حجازی فر این همه نشون دادن خشونت لازم بود؟ واقعا این همه انتقامجویی تو سریال های ایرانی دیگه داره افراطی میشه. 9 قسمت از داریوش گذشت ولی من هنوز متوجه نشدم که دقیقاً مشکل بهرام چیه. شاید اگه یه سکانس از کتک خوردنشو آقای حجازی فر بهمون نشون میداد بیشتر خشمشو درک میکردیم. بعد اینکه بهرام جان چرا صفیه رو ضایع کردی؟ حالا بود دیگه، چی میشد؟ مادرت چند سال سیغه من بوده. چرا برای خودت وسط این همه دشمن یه دشمن دیگه تراشیدی؟ چطور همه محل میدونستن تو با صفیه سیغه هستی اما رامین نمیدونست؟ وحید بیچارم واقعا مثل این که گناه کرده که دل بسته به لیلا. کاری نیست که داریوش به وحید نداده باشه، از خالی کردن بار، کندن چاه و مهمون آوردن تو خونش. چقدر خوبه این عباس جمشیدی فر. واقعا بی‌انصافیه که از بازی بی‌نظیرش تو این سریال بخوایم بگذریم. ترس رو میشه توی تموم اجزای صورت و بدنش دید. حالا بریم سراغ پیشبینی. یه بویی برده از کاری که ما می‌خوایم. نگاه های ساقی به داریوش خیلی مشکوکه. فکر میکنم ساقی بیشتر از اون چیزی که نشون میده اطلاعات داره و شاید آخر داستان همه رو دور بزنه و طلاها و شمشا رو با خودش ببره. نقش علیرضا هم کم کم داره پررنگ میشه. مثل اینکه کلن علیرضا نمیخواسته که مرتضی برگرده و برای همین دروغ گفته که خانواده مقتول قصاص.
شاید به این خاطره که پدر علیرضا همه چیزو به مرتضی سپرده بود و با برگشتن مرتضی دست علیرضا خالی میمونده. بهرام وقتی راز خودش و صفیه رو به رامین گفت برای خودش یه دشمن تراشید و شاید این اتفاق بیفته که رامین کلن بره سمت داریوش. از طرف دیگه کاظم هم مثل یه بمب ساعتیه و داریوش باید مراقبش باشه تا بلایی سر بهرام نیاره. خلاصه که فقط 5 قسمت از سریال داریوش مونده و انتظارات ما از تیم سازنده پوست شیر تا اینجا که برآورده نشده. امیدوارم که فقط پایانش فیلم هندی نشه. ممنون که تا انتهای این ویدیو هم همراهمون بودید. ممنون میشم با نظراتتون ما رو برای بهتر شدن همراهی کنید.